بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان، قسمی که شما در این برنامه متوجه شدین، ما در صدد تلاش معرفی چهره های نخبه افغانستان، مهاجرین و کسایی که خارج از وطن هستیم که اینا را زحمت بدیم به برنامه ما تشریف بیارن و خود معرفی کنن. امیل اعظم میهمان ما محترمه سیما جان سما است که اینا یکی از شاعره های جوان ماستن. لطفا شما اول سلام و کلام و پیامتان به دوستای ما بگوین، بعدا من از شما سوالای دارم. بشیر جان بسیار زیاد تشکر. ما نشرات تلویزیون ملی را اول خیر مقدم میگم در داخل اروپا و امریکا و سلامای خود خدمت مردم خود در سر تا سر افغانستان تقدیم میکنم. امیدوار هستم که از جنجال ها و پرابلم های جنگ و از شرایط ناگواری که فعلا شرایطی که بالای سر مردم ما در افغانستان آمده همشان به خوبی سر بدر کنن و حداقل از زمستان سختی که در کابل آمده اما صحت و سلامت باشن. و ما از خودم به نمایندگی از زنای اروپا سخت متاثر هستم، بخصوص از زنای افغانستان که میبینم یک تعداد زیادی از خانم‌های افغان در شرایط بسیار ناگوار زندگی دارن. ما امیدوار هستم که حداقل بتونن زنای اروپا صدای خود، صدای زن افغان در داخل اروپا باشن، صدای زن افغان از افغانستان در داخل اروپا بلند بسازن. بسیار تشکر، بسیار ممنون، واقعا صحبت مقبول کردین. سیما جان سما، شما قسمی که من اطلاع دارم شاعره هستین و طب شیری دارین. شعر اصلا خودش پیام دل است. حداقل من بتونم صدای یک زن افغان بلند ساخته باشم، چنانچه یکی از مصرعی که میل از بیادم میه: کیستم یک زن قفس منزلگه هم، گه غنیمت گه بدل گه کنیز درگه هم. ما این پارچه شعر به خاطر زنایی گفته بودم که در داخل افغانستان خودسوزیایی که صورت میگرفت که سخت متاثر بودم و هیچ چیز از دست ما نمیآید، ولی ما امیدوار هستم که زنان افغان باید با مو شرایطی که فعلا زندگی میکنن نباید خدا بسیار زود مایوس بسازن. دربار خداوند بزرگ است. فکر میکنم که امیدوار هستم یک روز شود که همین شرایطی که امروز بر زنایی که در داخل اروپا است به شما هم مساعد شود و این دعا را ما هم از زنایی که در داخل و خارج وطن هستیم برای شما زنای افغان دعا میکنیم و امیدوارم یک روز آرامش و یک روز هستیم که کودک افغان در داخل افغانستان آرام باشه. بسیار تشکر سیما جان سما، یک جهان ممنون. قسمی که شما بعضی برنامه‌های تلویزیون ملی افغانستان دیدین، در بخش خانم‌ها و زن‌ها و زندگیشان چی چیزا را توقع دارین بیشتر از اون نشرات ببینین؟ چی چیزا بر شما جالب است؟ باعث یک بیننده تلویزیون بگوین. مثلا چی را آرزو دارین که نشر کنن از اونجا؟ تلویزیون ملی کمی و کاستی هیچ نداره. تلویزیون قابل دیدن و شنیدن است و قابل تایید است. ما باید از نو بیاموزیم، به خاطر که در کمبودیایی که ما در داخل اروپا میبینیم و با وجودی که امکانات بسیار تکنیک درجه بسیار پیشرفت زیاد داره، اما با مو کمبودیایی که در داخل وطن است اما برنامه‌هایشان سخت شنیدنی و دیدنی است، به خصوص برنامه زمزمه‌های شبانگامشان که ما دوست عزیز و نازنین خدا که یکی از اجازه است که پیام خدا برشان برسانم. پارچه اشعار مرا که در تلویزیون، در رادیو تلویزیون افغانستان دکلماتورای سخت ورزیده دکلمه کردن. من سپاس و تشکر میکنم از اونا، از آقای احمد جان موری جان مطمئن و دوست داشتنی که صدای تا سخت دوست دارم. اشعار سخت زیبا دکلمه کردی و اونا برش نفس دادی، روح دادی و برای لیلا ماجان احدی هم تشکری میکنم که اونا هم زحمت کشیدن. دوستای ما که در کست زحمت کشیدن و دکلمه کردن پارچه ها را و ما واقعا احساس کردم که اگر ما در خارج هستیم صدای ما را شما زنده میسازیم. امیدوار هستم که ما بتونیم حداقل صدای زن مظلوم افغان در داخل اروپا بلند بسازیم. خب سیما جان سما، بسیار جالب بود صحبت های شما. من امیدوار هستم یک چیز جالب دیگر هم از شما بشنوم. شما آیا در نظر دارین داخل افغانستان بخیر تشریف ببرین، کدام کاری بکنین، مسئولیتی بگیرین؟ بشیر جان تشکر میکنم از خودت. خواهی نخواهی هر زنی که در اروپا زندگی میکنه آرزوش است که به وطن برگرده. خب شرایطی داره، به خصوص من یکی از آرزوهایم است که به داخل وطن برم
و به مردم خود خدمت کنم و ما امیدوار هستم در تابستان هم یک پلان و پروگرام است که ما تا بتونم ما بعضی پروگرامایی را که در تلویزیون ملی و در تلویزیون نشرات نشریه آریانا میبینم راستی سخت متاثر میشم و میخوایم که می حالت خانم‌ها را و می حالتی که مردم ما در طول 18 سالی که خارج از وطن هستم ما حداقل از نزدیک رفته و با همراهشان یک جای باشم. یکی از آرزوهایم است و ما امیدوار هستم که ما به آرزوی خود برسم و او خاک وطن سجده کنم. به خاطر از که وقتی که یک شاعر میگه من شاعرم نیستم، من خاک پای شاعرها هم نمیتونم شوم، ولی خواهی نخواهی آرزوی ما است. من به روزها وقتی که چشم خود پات میکنم فقط برای من زن افغان، صدای زن افغان، من صدای از اون مادر را میشم که در پشت تلویزیون کمک میخواد و فقط ندای شمی است، صدای شمی است که کمک کنین که اولادای ما از گرسنگی میمره. ما امیدوار هستم کسانی که در خارج زندگی میکنن صدای از این زنای افغان خالی نگذارن و حداقل بتونن حداقل از این شرایطی که ما نسبی زندگی آرام داریم اونها هم از این زندگی آرام مستفید شوند و کمک‌های پولی از طرف مردم خود که در خارج از وطن هستند حمایت شوند. بسیار تشکر. سیما جان، یک بخشی از خدمت کردن، مثلا ما گزارشگران داوطلب تلویزیون ملی افغانستان هستیم که برنامه‌های را ثبت میکنیم، برای اونا روان میکنیم. اگر من شما را دعوت کنم که در بخش خانم‌ها شما هم کار تلویزیون ما امی برنامه ما باشین برای تلویزیون ملی، چی فکر میکنین؟ آیا این زمینه برتان جالب است؟ امی همکاری رو میکنین؟ چرا نه؟ ما به خاطر زن افغان از ما هر کمکی که بیرون باشه ما آماده هستم و نی نخواد گفتم. باشی جان، ما وعده میتونم از این لحظه که ما شما بخی هم تو ناگهانی برابر شدیم در دهلیز، ما وعده میتونم که همیشه با شما هستم و کمک میکنم. ما امیدوار هستم که کمک ما جای حداقل ان شاء الله داشته ما حتما. بعضا شنیدم شما در امور خانم ها خواهرای ما بر کارهایی در امور سازماندهی برای جمع‌آوری خانم ها دارین، بعضی برنامه ها و پروگرام های دایر میکنین. یه تو کوتاه و معجز با در نظر داشت وقت برنامه یک چیز معلومات بدید. زنایی که در خارج هستن همیشه در این جمع کلکتیفی از خانم ها هستن که اونا به هیچ سازمان، به هیچ حزب، به هیچ اندیشه ارتباط ندارن، فقط زنایی هستن که جمع شدن و بعضی وقتا پروگرامایی به مثل 8 مارچ برگزار میشه و پول جمع آوری میشه و به فامیلایی در داخل افغانستان است ارسال میشه تا حداقل بتونن. خب در فقط یک قدره در یک بحر است که جایی را نمیگیره، ولی اگر در بین 100 نفر 2 نفرم راحت میشه، این هم یک آرامش است که 2 نفر میتونه 2 فامیل حداقل راحت باشه و آرام باشه. ما آرزوی عزیز دارم که زنایی که در خارج از وطن هستن و ما اینجا جمع هستیم، بیشتر تلاش ما می بوده که ما بتونیم صدای زن افغان به رسانه‌های بالاتر برسانیم و همیشه از طریق اخبار، از طریق نشریه ها و از طریق پروگرام ها و کنسرت هایی را که ما در اینجا سازماندهی کردیم ما صدای زن افغان بلند ساختیم. و امیدوار هستم که من تانسته باشم حال مستقیم عمل کنم و حاضر هستم که هر لحظه که از من خواسته باشن در تلویزیون ملی همکاری خود از اروپا مستقیم به همراهشان داشته باشم. بشیر جان، من فقط به همراهتان هستم. من امیدوار هستم کمک کردم. یک دنیا سپاس تشکر از شما میکنم. خواهش میکنم. بهترین موقع بود دوستای عزیز، کارمندای عزیز تلویزیون ملی افغانستان. شما شنیدین که خواهرای ما فعال هستند و آرزو دارن بر کشور خود خدمت کنند. بسیار تشکر. مهربان هستین. خداحافظ. یا حبیب الله صد سلام بر شما خاتم انبیا، صد سلام بر شما خاتم
حبیب الله صد سلام بر شما خاتم انبیا صد سلام بر شما خاتم انبیا یا محمد محمد تو دردم دوا یا محمد محمد حبیب خدا یا محمد محمد رسول خدا هستم غلامی در مصطفی یا حبیب الله یا حبیب الله صد سلام بر شما خاتم انبیا ساری گپا بگری گپا گری گری ساری گما مگری گما گری گری ساری گما پا گما پا دا پا مگا گما پا دا 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 نی 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 سا 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 نی نی دا دا پا پا ماما گا گری ری گری سا گری سا یا حبیب الله صد سلام بر شما خاتم انبیا صد سلام بر شما خاتم انبیا یا حبیب سید مکی مدنی العربی زان سبب آمده قرآن به زبان عربی یا حبیب الله صد سلام بر شما خاتم انبیا صد سلام بر شما خاتم انبیا یا محمد محمد تو دردم دوا یا محمد محمد حبیب خدا یا محمد محمد رسول خدا هستم غلامی در مصطفی یا حبیب الله یا حبیب الله یا حبیب الله خب بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان، ما در حال پخش برنامه گزارشگران اروپای تلویزیون ملی افغانستان هستیم. قسمی که در تصویر شما میبینین خوشبختانه اسیب جان اشرفی یکی از آوازخوان‌های خوب موسیقی ما را من با خود دارم که میخوایم اول اینا سلام پیامی به شما دارن عرض کنن، بعدا سوالایی هست. زنده باشین، محترم هستین. اولتر از همه ما هم به نوبه خود برای همه افغانایی که در سراسر جهان هستن و خصوصا افغانستان سلامای گرم خود خدمتشون تقدیم میکنم. خدا کنه که دارای صحت کامل در جایی که هستین باشین و خوش آرام باشین و خصوصا که از تلویزیون RTA که از رادیو تلویزیون افغانستان است، ملی افغانستان است، باز هم سلامای خدا برای همگی میگم. بسیار تشکر. ما یک بار سلامای شما را از تلویزیون جهانی آریانا شنیدیم، خوشبختانه این بار از تلویزیون ملی افغانستان چهره‌تان میبینیم. محترم اسیب جان، وقتی که شما در افغانستان بودین چی احساس کردین؟ بعد از چند سال افغانستان رفته بودین؟ سرازی بگوین. سرجم 19 سال شده که از افغانستان دور هستیم. آها. تلویزیون ملی را گاهگاهی نشراتش موفق شدین وقتی یافتین ببینین؟ بله، خوشبختانه که یک ماه کنی ماه میشه که
از طریق دوستا برای ما گفتن که نه یک تلویزیون دیگه هم هست شکر تا که فرکانسی و ایناشو پیدا کردیم برای ما بسیار جالب است به خاطر که بسیار لسانای دیگه است که مردم متوجه نیستن اینا شکر روشنی مندازن لسانای مختلف لهجه‌های مختلف و برنامه‌ای که دارن بسیار دیدنی است بسیار جالب است ولی باورتون بیاید که ما بسیاری وقت تلویزیون زیادتر متوجه میکنم سعی میکنم به خاطر نه که دیگه تلویزیون ها چیز باشه نبیل جان آقای بیات آقای خطاب آقای قادری تلویزیون نور اینا همشان بسیار پلانا دارم بخیر برشان که نه تنها از طریق موسیقی کشان کمک کنم از طریق ارگانیزیشن که ما در پلی موسیقی یک ارگانیزیشن دیگه هم داریم ما و یک برادر خواندیم است یادشان بخیر ادریس جان نوین که نان پروفیت ارگانیزیشن داریم حساب خیریه که او را بخیر دمیای بسیار زودی انشالله اعلان میکنیم که کلش بر افغانستان است بر آبادی افغانستان است بر مکتب هاست بر مسجد هاست بر سرک هاست بر سرک ها که کثافت ها اینا هست کلش سنجیدیم بر روزها و شوها ما و این برادر خواندیم باورتون بیه که شب روز ما فکر کردیم و که چی کنیم به خاطر ازی که یک تعداد بزرگوارای ما هستن کنات مشکل دارن و کار خود کردن اولاد خود کلان کردن و مشکلاتی که داشتن و برای از مشکل تر است و کسایی که طفلایی که است برای از اونا بیخی مشکل است سن سال ما نام خدا بسیار است در امریکا هم است در اروپا هم است در هر جای هستن و آرزوی ما است که ما مردم یک دفعه ساده شیم بخیر بخیزیم نه تنها در قسمت موسیقی در هر قسمتی که ضرور است اگر ما بتونم آرزوی ما اول ما است که ما جارو کنم ماشاءالله این هنرمند واقعا اینو تو هنرمند ما جارو شروع کنیم که بخیر جوانای دیگه علاقه بگیرن به خاطر که اگه خود ما نکنیم اون ملت جور هیچ کس نمیکنه امروز امریکا برین در اروپا برین خود از این مردم وطن خود جور میکنه و شکر ما مردم قدر از خود پوره هستیم فرهنگ ما برای ما چی گفته کلچر و کلتور ما که باز خود ما شکر میفهمیم که در سراسر دنیا که شما برین ببینین میبینیم که باز تشنه افغان خود هستیم یعنی باورتون بیاید که ما یگان 2 3 ماه است که ما شب و روز خونه نداریم به خاطر از اینکه ما بخیر تصمیم بود که اروپا بیایم مشکلاتای شد محفلایی بود که کنسل کردیم ما اینجا آمدیم خاص از خاطر ازی که ما یک 4 نفر خوش بسازیم اگر نه این کار نه پیسه است هیچ چیز نیست غیر خوری مثل یک خوی خاصیت یک شمع است که خودم سوختانه میره و روشنی میکنه و برای مردم خود دیگه یا آرزو رو تا که سرم صفحه شوم دارم و تا که زنده باشم دارم و مجبور میشدم همه گیره بخیر که بریم بخیر وطن خود جور کنیم ماشاءالله این پیام واقعا برنامه بینندای برنامه ما واقعا میخوان بشنون مخصوصا از شما و جوانای با احساس و با درک وطن ما که ولو شما در خارج هستین به فرسنگ ها دور هستین هنوزم دلتان قلبتان برای وطنتان میتپه با معذرت این گپ پیشترتان مانع زیر میداد که گوی عایدات کنسرت و عواید شخصیتان هم درای بازسازی و دوباره ساختن افغانستان خرج میکنین اینطور یک چیزی یا چی رقم ما پیشتر براتون عرض کردم که موسیقی یک چیزی است که آدم میتونه از استفاده بکنه 2 رقم استفاده است یکی استفاده منفی است که آدم میتونه پول بسازش و یکی مثبت است که از او پول ساختن نمیشه آدم میتونه که بیاموزونه از طریق هنر از طریق فرهنگ این آدم میتونه که بسیار قربانیایی بده در موسیقی عجیب غریب پول نیست که ما بتونم در 4 پی یا 5 پی از اون ما بتونم برای مردم خود کمک کنم منتها راههای دیگه است که ما میتونیم از طریق بسیار چیزای دیگه است که باز بخیر در آینده نزدیک باز در بورا گپ میزنیم که چی رقم بتونیم که بسیار کارهای مهم بکنیم دی 2 3 کنسرت کدام جای را نمیگیره ما حاضر هستم که سال پر کنسرت بتونم پولش را کنم مگم امریکا یک مثال دارن میگه که don't work hard work smart مقصدش است که میگه کار مشکل نکنین کار هوشیاری بکنین که چی کنیم که وقت هم نداریم عجیب غریب روز به روز سن پخته شده میره و وقت هم کم است دیگه کوشش کنیم که از وقت استفاده کنیم و یک راه حل پیدا کنیم که برای آینده ملت که 10 سال بعد است 20 سال بعد است 100 سال بعد است اما تو بزرگوارای بابا و کلان ما که ما هم بطور عین شرایط قبول کردن و ما مجبور هستیم که قربانی رو به دست بگیریم دیگه ما شخصا خود حاضر هستم و که تمام هنرمندایی که در سراسر دنیا همه افغانای ما هستن که از اونا هم دوست هستم و
با تماس هم هستم. انشالله سرشان صدا کنم و هیچ وقت نی نمیگن، به خاطر ازی برای من نمیکنن، برای ملت خود میکنن. و انشالله امید است که بخیر یک کار بسیار خوب شود می ظرف 6 ماه 1 سال. و آرزو از افغانای می‌دارم که ما را کمک کنین که ما بریم پس هم وطن خود بخیر جور کنیم. دیگه منتظر کسی نمونیم که کسی دیگه بگه. کمک از نظر شما بیشتر به افغانای مربوط داخل کشور میشه یا خارج کشور؟ چی میگی؟ بسیار مقبول. بسیار. حالا خدا کنه که یک تعداد بزرگوارا گستاخی نشه. من در پالیتیکس اینا وارد نیستم و منتها احساس عجیب غریب دارم. دو رقم است. امروز دولت ما کس بسیار بیچاره نو هستند. یعنی واقعا نو هستند. چند سال نمیشه ما شما نمیتونیم که یک درخت بگانیم توقع داشته باشیم. یک درخت که شما میخواین که در زمین میمانی نشه و که تا درخت شوه یک مدت هم میگیره تا که میوه بکنه. اینا 30 سال جنگ شد. از گذشته رو بگذاریم و کوشش کنیم که منفی بازی رو از بین ببریم. کوشش کنیم یکی دیگه خود اتفاق کنیم، اتحاد کنیم. و پیشتر عرض کردم که دولت است و ملت. در بین دولت و ملت یک خالیگاه افتیده که اینا منتظر از اینا هستن که یا برایشان کمک کنه و منتظر هستن که اینا بکنه. ما کسایی که در خارج هستیم که امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، پاکستان، هندوستان، هر جایی که هستیم، اینا ما اونم خالیگاه هستیم. اونم خالیگاه ما مردم هستیم که ما برآمدیم. دیگه اینا وقتی که برآمدیم مجبور و مکلف هستیم که پس بریم کمک کنیم. و دوم نگفتنمونه که امروز هر افغان، این ما شخصا خودم از طریق موسیقی اگه ما پول میسودم هر چیزی که میسودم ما مجبور مکلف هستم برای ملت باید بکنم، به خاطر که از آهنگای افغانی ما زندگی خود پیش میبرم. ماشاءالله چی با احساس مقبول میگه. اگه کس رستوران دارن، اگه کس خود افغان میگن، اینا کلشون مجبور و مکلف هستن که وطن خود، خانه خود جور کنن. گفتنمونه که دمی چند روز پیش از یکی از تلویزیونا یکی از دوستا تلفن کردن گفتن هنرمندا حاضر نیستن کنسرت بدن و به نفع مردم افغانستان و عایداتش استفاده شود. این خودت یک شاهد هستی که امیل اعظم ما شما را میبینن همه دوستا که حاضر هستی که می کار بکنی، ولی سازماندهی از این گپ یک مصرف و یک خرج و جنجال کار داره. معلوم دار من خودم شخصا حاضر هستم و هنرمندای دیگه هم که سرشناس هستن اونها هم حاضر هستن. منتها یک چیز فراموش نکنیم، در افغانستان تنها یک هنرمند نیست. بله. ما دکترای بسیار داریم، فعال داریم، ما میلیونرها داریم. امروز از سر یک هنرمند او چی قبول کنه که چی شوه. ما شما بزنسمن ها داریم، ما بسیار دانستا داریم، کسایی هستن که افغانستان در 2 انگشت جور نمیشه که میگن در 2 هفته نمیشه. اما طور که در 4 نفر هنرمند خب میکنن 1 سال 2 سال 3 سال تا چی وقته؟ مگم باید هر فرد افغان که خود افغان میگه که هزاره، تاجک، پشتون، ترکمن، ازبک، کل ما اگر کسی که خود افغان میگه و او مجبور است که از هر طریقی که بتونه باید برای ملت خود کمک کنه. و اگر ما کنسرت میگیریم باید کنسرت یوازه 1000 نفر باید 20000 نفر به. شما باورتون بدین فرانکفورت شاید در حدود 50 60 70 هزار افغان باشه. در کنسرت زیاد از 500 نفر یا 1000 نفر الا زیادش 2000 نفر زیاد نمیره. که در حقیقت مصارف کنسرت پوره آدم نمیکنه. حالا شما باورتون به که یک کنسرت که جای میگیرین در حدود 8000 9000 در امریکا در حدود 10000 تا از یک جای میگیرن. و این ساوند سیستم از و لایتینگ از و دیگه از شما ببینید که حداقل 20 25 هزار دلار تنها مصرف امو برنامه میشه. اینا شما چند بگیرین و چند بسازین و چه قشه و چی نشه که چیز اضافه بانه که روان کنیم داخل شه اونجا. دایی نمیشه. بسیار راهی دیگه است. ان شاء الله بخیر بیشتر عرض کردم ما و برادر خواندیم ان شاء الله ادری جان نوین در تلویزیون ها همش میریم بخیر، مصاحبه‌ای داریم بخیر درباره امی کارهایی که بخیر پیشروی داریم و ان شاء الله کل افغانستان بخیر میشنوه و امید است که بخیر کمک کنن و کمک از نگاه پولی شاید ازشان نخواهیم چیزه و شاید بخوایم برای خود نمیخوایم برای ملت خود و تمام قد دعا کنن دعا کنن و تشویق کنن که ما بتونیم این کار خود بخیر بکنیم ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر محترم حسیب جان اشرفی، محبت کردین. ان شاء الله بار دیگه که در افغانستان تشریف بردین به تلویزیون ملی افغانستان برین آهنگای خوبتان ثبت کنین. این هم از وطن ماست، از کشور ماست. تمام دنیا شما رو میبینن و ازتان سپاسگزار میشه. بسیار تشکر. نباشین. تشکر از شما که لطف کردین و امشب کنسرت هم هست و باید من برم که دوستان میگن که بخیر مجلس شروع کنیم. دیگه اصلا معذرت میخوایم. دیگه این شما و
حتما و ادامه برنامه ما. بسیار تشکر. ما اساسا میخواستم برای بیننده‌های ما بگویم که یک میمان داریم از هلند، شما را داریم از آلمان. جناب محترم هارون حتمر، شما متاجری که اطلاع دارم برنامه گذار پروگرام های موسیقی ما در اروپا هستین و حال هم ما شاهد بهترین برنامه های شما بودیم. لطفاً دمی باره گپ بزنین، بعدا میاییم سر از که باز درباره تلویزیون چی میگین. بله، ما برنامه که میگیریم برای مردم خود، برای مردم افغان کوشش میکنیم، همیشه کوشش کردیم و بعد از این هم کوشش میکنیم که برنامه های باشه که بخصوص به خواهرای ما، مادرای ما و طفلای عزیز که اینا از همین محیط افغانستان دور ماندن، بر از اینا معلوم شود که ما کی هستیم. و از این بعد هم کوشش میکنیم که برنامه هایی را اجرا کنیم که مورد پسند مردم ما قرار بگیره. یک متاسفانه که برنامه هایی که تا به حال همیشه اجرا میشه خصوصا به هلند و جرمنی یک ذره مردم تو چیز می باشن، بسیار مشکلات دارن، جدی میرن و میشن و چیز همی را کوشش میکنیم که برای مردم برنامه های را میسر بسازیم که اینا از اون لذت ببرن، لذت ببرن. بله، بسیار خوب. امی هدف شما بسیار خوب است که میخواین مردم خوش باشن، اما شما به حیث برنامه گذار وقتی برنامه های هنری تان در اروپا مخصوصا در فرانکفورت، در هامبورگی، کشورهای دیگه اجرا میکنین، چی توقع دارین از تماشاچیتان که چگونه در محافل بیاین، چی گپا را رعایت کنن؟ شما چی مشکل دارین در این کار؟ این بسیار خوب است که مردم ما بفهمن. توقع من بسیار کم است از خصوصا از برادرهای جوان ما که فقط به می پروگرام ها جنگ و جدال خود کم کنن. بس اینم یک توقع دارم دیگه. من هر توقع شما را پورا می سازم. خداوند همراه ماست، شما همراه ماستین. امی برنامه ها برای فامیل هاست، برای شماست. امی غال مغال و جنگ و چیزا نباشه. این همی توقعیم است از مردم. هارون جان، شاید بگویی که همی جنگایی که در افغانستان است، در اطراف است، در ولایات است، همی بس است، ولی از خدا در اروپا دیگه نکنین این کارا. چی خواهد گفتی؟ همه تو خواهد بگوین دیگه بس نیست همون جنگ. بخی بس است. من بخی هم نظر هستم امرای شما. بله اصل گپ می هسته. واقعا دوستای عزیز، اینا زحمت میکشن، برنامه‌های خوب فرهنگی رو برای ما شما تهیه میکنن، اما مردم ما هستن که در حمایت از اینا کمک میکنن. هارون جان، لطفا در مورد نشرات تلویزیون ملی افغانستان یک چیزی بگوین که جهانی شده. چی پیام دارین برای مردم ما، برای کارمندای تلویزیون افغانستان چی میگین؟ واقعا ما چون خودم بسیار کم میباشم به خانه، زیادتر وقت همیشه به بزنس و چیزا بودیم. شنیدیم بسیار تعریف شنیدیم از مردم خود، از افغان ها، از چی فامیل بوده چی بیگانه بوده، بسیار تعریف ها شنیدیم و خودم هم چند بار برنامه را دیدیم. واقعا بسیار مکمل، بسیار درست. ما شما میبینیم که ایرانیا و همین همسایه‌ای که ما شما در افغانستان، تاجیکستان، ایران، اینا چقدر پیش رفتن و ما اطمینان دارم که تلویزیون جهانی افغانستان انشالله به زودترین فرصت یک جای میرسه و ما افتخار میکنم. بسیار تشکر، مهربانی کردین محترم رسول جان شفایی. دوستای عزیز، ما قبل از صحبت از اینا براتون بگویم که اینا بر علاوه که یکی از افغانای عزیز و دوست داشتنی ما هستند، سپورتمن رشته ورزش بوکس هستین. نه یک کمی راجع به این معلومات بتین تا به حال در چند مسابقه شرکت کردین، فضا را کم سپورتی بسازین. تشکر بسیار زیاد. ما تقریبا به سابالان بوکس میکنیم و تقریبا ما 59 مسابقه دادیم. البته که زیادترش در خارج بوده، به خاطر ما حریفای ما در هلند بسیار زیاد کم است و همچنان انشالله تعالی ما خودم ما در سال 2008 تا جای ما کوشش کردیم که در مسابقات المپیک و به نام افغانستان ما مسابقه بودیم و انشالله امی پیغام ما در افغانستان رفته بودیم 1-2 سال پیش در تلویزیون ملی افغانستان که البته وقت که در جهانی نبود، تنها در خود افغانستان بود. همین اینترویو را دادیم و همراه
ترینرهای افغانی سپورت کردیم و یک چند کلوپ ها را برشان فیلمایی که از اینجا ما بردیم همراه خود که چه قسم تکنیک های اروپایی است و چه قسم تکنیک های افغانستان است و خوشبختانه که بسیار زیاد علاقه خوب نشان دادن و یک چند وقتی که در باغ بالا و در قرغه در چند جایی که تقریبا دعوت شده بودن تقریبا 100 یا 150 شاگرد امروز آمدن که ما امو تکنیکایی که در هلند کار میشه یعنی در اروپا هسته و خوش از شدیم که اونا تا تانستن که بفهمن که تکنیک اروپا است تکنیک افغانستان یک کمک زره افغانستان تکنیک کمتر است به مو خاطر که بوکسرایی که از افغانستان به خارج میرن از پرابلم ها دارن و ما واقعیت آرزویم است خوابم است که من تا بتانم که در المپیک یا در مسابقات جهانی همیشه وقت به بیرق هلند بالا کردیم که تا ما بتانم بیرق افغانستان بلند کنم ان شاء الله می آرزویم است. این بهترین آرزوست چیزی هست که بینندای تلویزیون ملی ما حتما ایره میخواین از زبان شما بشنون و انشالله شما آرزو دارین یک وقت ترینر تیم بوکس باشین در افغانستان؟ چرا نه؟ بله حتما یا آرزوی یک آرزوی ماست و همچنین آرزوی ترینرهای هلندی ماست که اونا ترینرهای هستن که در سطح اروپا آرزوی زوام است که ما تا بتانیم که ترینر به خاطر ما در افغانستان رفتم واقعیت دیدم که یک ذره مشکلات بسیار زیاد هست در سپورت بسیار زیاد مشکلات تکنیک مشکلات از اینکه سپورت ما بسیار عقب مانده و به می خاطر وقتی که اینا خارج میرن اروپا را بان که در آسیا میرن بسیار مشکل است برشون مدال بره و ما می آرزویم است که واقعیت ما بتانم که ما برم یا میجا کوشش میکنم که تا بتانیم یک چند شاگردایی را که مثلا در آینده تربیت کنیم وقتی که ما مسابقه را خودم بس کنیم تا تربیت کنیم که تا اینا بتانن که اگر ما یک مدال طلا را در المپیک آوردن نتونم تا بتانه که یک افغان ما یک مدال طلا رو بیاره واقعا ما بسیار خوشبخت میشم و می آرزویم مثلا. بسیار تشکر. چون شما سپورتمن هستین تمام مصاحبه‌های ما تلویزیونی بوده شما اگر حرکت ورزشی سپورت مثلا برین بوکس چی رقم است همین پیش روی کمره ما به خاطر که یک تفاوت در مصاحبه‌های ما بیاید یک هنرمند ورزشکار سپورت چی رقم استاده میشین وقتی که مسابقه رو شروع میکنین گرچه که حال لباس سپورت نیست نه سپورت نیست مگر بوکس چی است که مثلا بوکس مثلا استاد میشی به ایالت به خاطر که اگه سرت بلند بگیری همیشه وقت می اوت استرالینگ میگن به هلندی یعنی ات قسم نشان میده اگه پیش کسی بیری که به ایالت استاد شوی ات نشان میده که دولت هستی که واقعیت معرفت میفهمونی که تو چانس پیش من نداری اگه پیش قسم استاد شوی یک قسم میگه والا این خو برده میگه برش بسیار عادی است به مو خاطر همیشه مثلا که در رنگ مثلا شما چی رقم میخواید باشین والا ما نمیفهمم مثلا همیشه وقتی که استاد میشم زناق پایان میباشه که به خاطر اینجا بسیار ضعیف است بلا و از امیالت مثلا وقتی که مشت میزنی یا مشتت میخوره کنگراد به امیالت همیشه بیاره و این حالتی است که حالت تایگر وری به این حالت بسیار مثلا همیچی تا حفظ کده میتونی تا میتونی خود قویتر راحتتر احساس کنی بله. بسیار تشکر. سلام من میرسونم به بینندای عزیز و به همه دوستان افغانستان. بسیار تشکر. لیلا جان آرش قسمی که من اطلاع دارم و در هالمان زندگی میکنم از فعالیت‌های بسیار موفقانه شما چیزای جالب شنیدیم دوستا قصه کردن به او خاطر من شما را زحمت دادم بسیار تشکر که آمدین. بهتر است سرم اصل موضوع بریم او موضوع از این قرار است که شما دکترس طب هستین در رشته اطفال هنوز تخصص نگرفتین ولی دکتر هستین بسیار خوب. چی فعالیت هایی تا به حال در افغانستان کردین؟ جالب ترین بخش گپ های ما برای مردم ما در داخل افغانستان همی است که بگوین چی کارهای جالب در افغانستان کردین؟
من فکر میکنم که کار را که ما کردیم بسیار کم بوده، تا جایی که تونستیم و توانم کوشش کردیم که کمک کنیم بر مردم ما، بر اطفال ما به خصوص و بر خانمای ما، مخصوص به خانمای ما که خشونت دیدن. ما از طریق یک اتحادیه به نام مدیکا موندیال از سال 2005 تا 2007 افغانستان رفتیم. در شمول دیگه تقریبا 20 چند دکترای افغان ما که در آلمان زندگی میکنن هم به طول سال همیشه رفتن و ما خانم‌ها و اطفال را تداوی کردیم و دیدیم که خشونت دیدن و در شفاخانه‌های مختلف کابل و اطراف، مثلا در مزار شریف یا در هرات کار کردیم. من خودم شخصا در بخش اطفال شفاخانه میوند کار کردیم و راستی بسیار خاطره خوش دارم از کار من در اونجا. دکترای محترم اونجا، دکتر صاحب کوهستانی، دکتر صاحب ماشر و همه دکترای دیگه که بودن همیشه زیاد یعنی امرای ما کمک کردن که ما تونستیم یک جای یک کم کار پیش ببریم. بسیار تشکر لیلا جان، بسیار جالب است صحبت‌های شما، مخصوصا از این نقطه شروع بکنیم برای بیننده عزیز ما که تا به حال دقیق نمیفهمه. شما که در آلمان زندگی میکنین، خودتان رفتین دوباره در داخل کابل همکاری میکنین، همیشه میباشین، گاگای میرین، چی رقم است؟ همین برام هم جالبه. چون من خودم در جریان تخصص هستم در آلمان، من فقط بر 6 هفته هر سال در رخصتی های به افغانستان میرم. این از طرف دولت آلمان است یا شخصی خودتان میرین؟ نه، نی از طرف دولت آلمان نیست، منتها ما به حساب در ضمن یک پروژه اتحادیه مدیکا موندیال اونجا رفتیم. بسیار خوب. چطور شد مشخص انتخاب کردین شفاخانه میونده یا رفتین دیدین همونجا دیدین که کمبود است همینجا را باید کمک کنیم یا چی گونه انتخاب کردین شفاخانه؟ ما شفاخانه میوند یکی از شفاخانه‌های بسیار سابقه دار ماست و خوشبختانه که یکی از دکترای مدیکا موندیال که دکتر صاحب فایزه جان فایز بودن در هامبورگ زندگی میکنن، اونا خودشان سابق اونجا کار میکردن و همین شفاخانه را به حساب شروع کرده بودن که در شفاخانه برن. او هم سال یک دفعه اونجا میره. از خاطر در شفاخانه میوند رفتیم و به نظر من این مهم است که شفاخانه‌ای که در افغانستان همیال فعلا وجود دارن و مثل شفاخانه میوند مستورات بسیار کم کمک میشن. مثلا از اینجا اتحادیه‌های مختلف میرن اونجا کلینیک میسازن یا مکتب میسازن، مگم شفاخانه میوند که اونجا هست و مثلا دکترها هستن، نرسا هستن، مریضا هستن، مگم کمک بهشون بسیار کم میشه. چطور شود نظر شما چی هست؟ چطور میتونیم بیشتر کمک ها رو برشان جلب کنیم؟ شما چی رای یافتید؟ به نظر من خودم شخصا مانع یک مقدار پول را بسیار کم روان میکنم، مگم به نظر من که و از دوست و آشنا و خویش قوم مثلا وقتی کس در فامیل ما کس بخواه نظر کنه یا به حساب پول را که میخواین در قرآن شریف بانن او را بر ما میتن، ما باز بر همکارای ما روان میکنم یا خودم دوا میخرم برشان روان میکنم. بسیار جالب است. شما بر علاوه از اینکه خودتان همکاری میکنین در صحت و تداوی مریضا، حتی از جیب خود کمک هم میکنین. بسیار قابل افتخار هستین. واقعا ای کاش همه مردم ما، همه کسایی که امکانات دارن چنین کار را که شما میکنین بکنن. دکتر صاحب محترم، چند قبل وزارت صحت عامه افغانستان در رابطه با پیچکاری های مخصوص اطفال که از دوران طفولیت
که من دقیق نامش نمیفهم، پولیو یا چی میگن، شما تخصصتان از این رشته، در رابطه با می تطبیق از این واکسن ها چی گفتنی دارین؟ این ضرور است واقعا شوه؟ مردم ما باید چی کنه همکاری کنن؟ بله، به نظر من یعنی هر نوع واکسینای که تا بال در افغانستان وجود داره، در ضمن واکسن پولیو که به حساب فلج اطفال می باشه، یا واکسینای دیگه مثلا به مقابل سرخکان یا او چیچک واکسین می باشه، بسیار ضروری است و بسیار تاثیر خوب داره. به خاطر از اینکه مثلا اگه شما ببینید در اروپا بسیاری از این مریضا هیچ اصلا وجود نداره، به خاطر که مردم واکسین. و اگه شما مثلا فلج اطفال آدم یک مثال بگیره، یک مریضی است که یک طفل به عمر فلج می سازه و توسط یک پچکاری میتونه آدمی مرض به حساب که ازش جلوگیری کنه. از شما میخواستم بپرسم، پیشتر شما گفتین که خودتان کمک هم میکنین، مثلا طور مثال برای که بر بینندای ما جالب شود، شما ماهانه شخصا خودتان غیر از طبابت چی کمک میکنین، چند کمک میکنین؟ ببخشید مسائل میکنم ولی به خاطر یک گپ ازی. خب ما زیاد علاقه ندارم که گپ یعنی بگویم، قابل درک است. من فقط خودم به حساب یک پروژه شخصی شروع کردم و گفتم من از طرف خود میتونم ماهانه 60 یورو برتون دوامدار روان کنم. اگر که دیگه کس همراهیم یک جای شوه و من این پول بتونم زیادتر بسازم، من واضح است که میکنم. خب بسیار ببخشید من گپتانم قطع میکنم، معذرت میخوایم. با می 60 یورویی که شما روان میکنین، در مقابل 60 یورو در شفاخانه میوند در شهر کابل چی چیزا میتونه با 60 یورو به دست بیایه؟ به خاطر که دوستای ما بفهمن که حتی امی پولم بسیار مشکل حل میکنه. یعنی من دیدم که وقتی که آدم صادقانه کار کنه میتونه حتی به می 60 یورو بسیار کار کنم. مثلا من وقتی که در شفاخانه رفتم دیدم که یعنی وضع به حساب زیاد پاک نبود شفاخانه، به خاطر که امکاناتش ندارن، نه به خاطر از اینکه نمیخواد کس کار کنه و بودجه نیست برای بودجه کم است یا نیست. و من چون خودم یک نفر هستم شخصا، من نتونستم که به حساب کل شفاخانه میوند به دوش خود بگیرم. من گفتم ما آمدیم به شفاخانه اطفال و من تنها از شفاخانه اطفال یعنی احساس مسئولیت میکنم به مقابلش و اینمی پول بر نظافت شفاخانه میخوایم که بتم. دیترین گپ است، یعنی با همون 60 یورو در ما میتونن همه روی جای ها را تبدیل کنن، مثلا وسایل پاککاری بگیرن، مثلا بسیار چیز به حساب کمترین چیز مثلا پودر، دیتول و این مواد پاککاری دیگه یک کار است. و فقط مثلا روی جای ها، مثلا جای مریض در یک چپرکت شما میفهمین که 2 الی 3 مریض می باشه. مثل این جوار نیست که یک مریض یک چپرکت داشته باشه، در یک چپرکت 2-3 مریض می باشه با امراض مختلف. اینال شما فکر کنید وقتی که اونجا صحیح هر روز یا حداقل هفته یک دفعه 2 دفعه و پاک نشه، چقدر خود ازمی سبب امراض مختلف میتونه شه. کار امرای خانمای خشونت دیدم و تداوی روانی کار داره. تداوی روانی کار داره و خود مؤسسه مدیکا موندیال فعلا از طرف آلمان کمک میشه. مگم در آینده تنها در افغانستان می باشه و خود مدیکا کابل، مدیکا افغانستان مستقل میشه. و ما یک آرزویم است که کسی که میخواه مثلا مخصوص بر خانمای خشونت دیده کمک کنه،
میتونه به کنتوی مدیکا موندیال به نام مدیکا موندیال افغانستان روان کنه پول. من یک خواهشدگام دارم. من یگان دوا و مواد بر شفاخانه همیشه جمع میکنم و کالا و اینام. منتها فعلا اون مرجعی که تا بال از طریق میخواستم روان کنم آل نیست. اگر کس باشه که بتونه دوا و مواد امرای خود برده بتونه افغانستان از طریق تلویزیون شما با من تماس بگیره بسیار خوش میشم. بسیار تشکر. واقعا دوستای عزیز، مخصوصا تجار ملی کشور ما، شما مصاحبه ما را شنیدین. تلویزیون ملی افغانستان آرزو داره که چنین رابطه را بین مردم ما در خارج و داخل کشور استحکام ببخشه. میتونین شما امرای ما در تماس شوین، ما امرای دوستای تجارای افغانی ما در تماس میشیم. وسایل امکانات را که دکتر صاحب جمع میکنن و میخواین به شفاخانه افغانستان روان کنن کوشش میکنیم ما و شما مشترکاً دکتر صاحب کمک کنیم که در کار خود موفق تر باشند. بسیار تشکر، یک جهان ممنون. برای تلویزیون ملی افغانستان اگر کدام پیام دارین لطفاً ایران بگوین. باز بسیار تشکر میکنم. خب من خوش میشم که مردم ما به افغانستان همیشه فکر کنن و بخواین راستی قلباً کمک کنن، چون واضح است که خود ضرورت بسیاری است که خود مردم که در اونجا هستن کار کنن و مایوس نباشن. مگر من میفهم که بر از اینا مشکل است، چون وضع روز به روز معلوم نیست، گاهی خوب است گاهی نیست و در اون حالت مشکل است که آدم اوش و حواس خود همیشه نگاه داشته باشه و آرام باشه که بتونه یک پروژه را مثلا پیش ببره. مگر مردم ما که از افغانستان بیرون هستن یک هوش حواس را آرامتر می داشته باشن و میتونن که مثلا اینمی کمک کنن بر مردم ما. بازم تشکر از شما. تشکر. ای کاش که در روی زمین، ای کاش که در روی زمین جنگ نمی بود، تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود، تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود. ای کاش که در روی زمین همه پابند صداقت، ای کاش که بودی همه پابند صداقت، پابند صداقت، پابند صداقت. در بین بشر حیله و نی رنگ نمی بود، در بین بشر حیله و نی رنگ نمی بود، در بین بشر حیله و نیرنگ نمی بود. ای کاش که در روی زمین، ای کاش که در روی زمین جنگ نمی بود، تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود، تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود. ای کاش که در روی زمین نبودی اثر از وصله و بارود، ای کاش نبودی اثر از وصله و بارود.
وصل و بارود از وصل و بارود تا هیچ گهی پای زمان لنگ نمی بود تا هیچ گهی پای زمان لنگ نمی بود تا هیچ گهی پای زمان لنگ نمی بود ای کاش که در روی زمین ای کاش که در روی زمین جنگ نمی بود تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود ای کاش که در روی زمین همه پابند صداقت ای کاش که بودی همه پابند صداقت پابند صداقت پابند صداقت در بین بشر حیله و نی رنگ نمی بود در بین بشر حیله و نی رنگ نمی بود در بین بشر حیله و نیرنگ نمی بود ای کاش که در روی زمین ای کاش که در روی زمین جنگ نمی بود تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود تا خلق بشر از اثرش تنگ نمی بود ای کاش که در روی زمین دوستان عزیز، برنامه ما هنوز ادامه داره و اکنون محترم حامد جان پهلوانزاده یکی از جوانان عزیز ما را به شما میخوایم بیشتر معرفی کنم. حامد جان پهلوانزاده، شما در کجا زندگی میکنین؟ جان سلام علیک با همه دوستای محترم، کسی که تلویزیون رادیو افغانستان رو میبینه. ما در فرانکفورت زندگی میکنم، از اوفنباخ 6 کیلومتر از فرانکفورت دور است. بسیار خوب. چند سال از در آلمان زندگی میکنین؟ من تقریبا سال 94 14 الی 15 سال میشه که در شهر آلمان هستم. بسیار خوب. محترم حامد جان پهلوانزاده، خودت یکی از جوانایی هستی که تلویزیون ملی افغانستان میبینی. امی که این تلویزیون جهانی شد و امروز در خانه به خانه هر افغان در کل دنیا هست، در این رابطه چی پیام چی گپ داری؟ بسیار نظر خوب است، بسیار کاملا بسیار خوش از کسایی که راستی اقدامات کشیدن رادیو تلویزیون ملی افغانستان. این اقدامات را کشیدن در اروپا الی آمریکا بر کشورهای خارج بخش کردن میتونن و کسایی که راستی ما و شما در کشورهای هستیم، مثال آلمان بچه یا کسای اشتکای ما و شما، کسایی که در اینجا فعلا کلان شدن امکاناتش نداشتن، حالا شکر این از رادیو تلویزیون میتونن ببینن یک فرهنگ و کلتور زیادتر چیزایی که افغانستان در اینجا برشان کمبودی است میتونن از این بیاموزن. بسیار ما خوش هستیم و بسیار تشکر از کسایی که راستی زحمت کشیده و این زحمت در دوش گرفتن و این کار کردن. بسیار تشکر. چی مقبول و کوتاه و مقبول گفتین شما. آقای پهلوانزاده، چی مصروفیت داری خودت؟ همین لحظه در اروپا در آلمان چی کار میکنی؟ در چی کار شغل داری؟ چی میکنی؟ جان ما خودم تقریبا 6 سال میشه که در خدمت افغانای ما شما هستیم، در کانسرت های ما، در مثال از هر نگاهی که افغانای ما شما محفل داشته باشه یا کانسرت های یا چیزای، ما سکیوریتیش میگیرم به حساب زی شرایط میگن اینجا، امنیتشان میگیرم. امرای دوستای ما بسیار نفرای افغانای ما شما که ما از ترکیه ها دیگه نفرای که کتما یک جای به حساب امنیت محفلای ما افغانای ما شما در خدمت ما هستند. چی توقع دارین از جوانای ما که در این کنسرت ها میان؟ چی گپا باید فکرشان باشد؟ چی چیزا شما را زیاد برتان جنجال خلق میکنن؟
وقتی کنسرت ها را دایر میکنید؟ چون که من خودم جوان هستم از دیگه پا خودم بهتر خبر هستم. از این خاطر سوال کردم. قربان من کوشش میکنم تا که میتونم از دوستای ما و شما زیادتر بچه‌ای که میشناسم یا از کسایی که راستی دادن دروازه ما کدشون معرفی میشیم کوشش میکنیم که کد خود چاقو یا سامانایی که مقصد به افغانای ما و شما از جای دور از هلند از دیگه کشورها میان به یک محفل کوشش میکنیم که راستی جلوگیری بتانیم که از حفاظت ما و شما از دوستای ما افغانای ما و شما باشه. غیر از افغانای خود ما خارجی های هم میان در کنسرت های ما که کنسرت خراب کنن؟ فعلا خود تاوال ما تو حادثه را نداشتیم. آلمان راستی بسیار احترام دارن برای افغانای ما و شما به فرنشتالتونگای ما و شما. تاوال متاسفانه کلش افغانا بودن. حالا اینی جای تاسف هسته و اینجا تلویزیون ملی افغانستان و این برنامه میتونه به همه دوستا پیام بده که بلیاز خدا جنگ در افغانستان بانین بیاین در اینجا موسیقی را گوش کنین. درست است؟ و خوش باشین و زندگی را که امروز براتان میسر شده از این لذت ببرین. جنگ بانن که هر چی زودتر بخیر در افغانستان به پایان برسه. بسیار جنگ دیدیم دیگه. پیغام ما از طرف جوانای آلمان برای کسایی که راستی بسیار جنگ دیدن، مظلومیت تیر کردن، کوشش کنن که یک 4 سبایی که ما شما داریم کوشش کنن که مورا خوش تیر کنن، خوب تیر کنن برای هم ما شما، نه در اروپا نه در دیگه کشورها. چون که افغانستان ما میخوایم، یعنی خواست ما کسایی که در اروپا راستی که یک روز در خدمت در وطن کنیم، بیایم در افغانستان، چیزی که ما همیشه میتونیم کار کنیم امور در افغانستان کوشش کنیم بکنیم، انجام بدیم که مردم راستی قدر ما را بدانه، که راستی بدانه که ما میخوایم که افغانستان هم خدمت خدا بکنیم برشان. بخیر اگر تو زمینه مساعد شود شما افغانستان برین، باز تصمیم دارین که یک کمپانی سکیوریتی یک چیز حفاظتی امنیتی جور کنین یا کدام کار دیگه؟ چرا در اونجا هم میشه زاینده ضرورت شوانی وقتی آرامی شود بازم امنیت کار است؟ بله حتما ولی تجربه دارین شما؟ جانا من خودم تقریبا 1.5-2 سال من خودم در یک فخ اکادمی شول فیزی شاید بودم. یک مکتب است که تنها موجه برای VIP لایت آدم اوزبیلدونگ میتونه یک تحصیلش برای اشخاصی که دیپلمات هستن. بله جانا کسایی که راستی شخصیت مهم هستن که از کشورهای خارج الا از کشورهای افغانستان، کسایی که من کته بسیار دوستای ما که این برنامه را خود دیدن، مرا خود شناختن، ما کته بسیار نفرا کار کردیم در اروپا در آلمان بسیار دیگه. ببخشین یک ذره مسلکی تر صحبت کنیم. شما در اینجا گفتین خواندیم، همین مسئله امنیت درس داده میشه؟ مسائل بوکس و کاراته و جنگ و ترور آماده ما یاد میتین یا چی رقم هستن؟ حتما ما 1.5 سال اوزبیلدونگ داریم که 6 ماه از او انتنسیو به حساب سپورت و سلا و لیسانس سلا را میته براتان و چیزایی را یاد میته که راستی در شرایط شما کار دارین در امنیت، برای حفاظت و امنیت، برای حفاظت. و 1 سال هم مکتب درسی و سپورتیش همچنان. یعنی یک وقتی اگر بخیر شود شما در داخل کشور برین اما تو یک مکتب خودت باعث یک استاد جور کنه میتونی انشالله که یاد بیتی دیگه جوانا را چی گونه می کار یاد بگیرن؟ حتما من میکوشم بخیر خواد کردم خواد آمدم انشالله حتما رضای خدا بود. من میجم تقریبا یک 20-30 نفر پیشم است که من خودم اونا را هم به حساب ورزش میتونم و هم چیزایی که من آموزیدیم براشون یاد بدم و در افغانستان هم انشالله اگر رضای خدا بود خواد آمدیم حتما. خب محترم حامد جان پهلوان زاده بسیار مقبول صحبت کردین، واقعا تا اینجا جالب بود. باعث یک جوان افغان که در این رشته شما تحصیل کردین یاد گرفتین، پیامتان خبرتان برای مردم افغانستان مخصوصا برای جوانای ما در داخل کشور چی است؟ ما میگم برای همه دوستای ما، جوانای ما، برای همه ملت افغانستان بس از جنگ جدال بسیار بود، بسیار تیر شد. کوشش کنین که همیشه فراموش کنین علاقه به امنیت، به موسیقی، به هنر ما. کوشش کنین که دیگه جنگ بس کنین. پیغام ما برای همه دوستای ما اینه میست که راستی بیاین هم یک همدست شویم تا بتانیم افغانستان آباد کنیم، تا کی ما در دیگه کشورها خدمت کنیم. اگر چی خوب میشد که شما خود موجه خدمت میکنین. بله چرا نه؟ ما به می خاطر اگر افغانستان آرامی بود ما راستی مثل ما ور لکان نفر دیگه در خارج است که میخواین همی کار همی پیشی که دیجا دارن، همی کاری که اینجا میکنن در افغانستان همی کارا بتونن تا که امنیت باشه، تا که جنگ نباشه. ما کل ما چرا نه؟ ملک ماست، باید بیایم، حتما میایم. مگم همکاری شما راستی کار است، لازم است که یک جای با هم افغانستان را جور کنیم. این پیام به همه دوستایی که میشنون رادیو تلویزیون. بسیار تشکر، محبت کردین حامد جان پهلوان زاده. یک بار دیگه برای شما موفقیت ها میخوایم، سلامت و جور باشین. تشکر یک جان. تشکر.
بینندگان ارجمند تلویزیون ملی افغانستان، خوشبختانه همونطوری که سر تا پای از این برنامه را شما میبینین، ما برمیخوریم با هنرمندای افغان ما که در اروپا مخصوصا در شهر فرانکفورت زندگی میکنن. محترم حشمت یوسفی با ما در این لحظه در تصویر هستند. محترم یوسفی صاحب، شما خودتان از جهت هنری یک کوتاه خود معرفی کنین، نترش بهتر است. قربان شما، لطف شما، زنده باشین، جور باشین. در قدم اول ما احترامات خود خدمت تمام دستاندرکاران تلویزیون ملی که خوشبختانه ما در اواخر شاهد ازی هستیم که در تمام اروپا ما میتونیم تماشاش کنیم. این افتخار است. کلان تبریک برای واحد صاحب نظری، به تمام دستاندرکاران تلویزیون ملی در افغانستان و در سراسر دنیا تبریک میگم. خوشبختی ما است که امروز باز دوست محترم ما سر خوردیم. قسمی که تعداد هموطنان ما با نام ما آشنا هستند. ما حشمت یوسفی هستم که از مدت 20 یا 20 چند سال به این طرف در قسمت کارهای هنری تئاتر و سینما و فارغ فاکولته هنرهای افغانستان بود. اینی بسیار موضوع قابل بحث ماست. خوشبختانه و هموطنان عزیز، شما ببینید که هنرمندا و تحصیل کرده های افغان مخصوصا در رشته تئاتر دوباره در این رشته بازم چانس آوردن مصروف هستند. شما را من در یکی از فیلم های آقای پاداش یا مشترک شما کار کرده بودیم به نام اولاد دیدم. نقش بسیار مقبول و بسیار جالب عاطفی را بسیار هم مقبول کار کرده بودین. از این فیلم به طور مجموع راضی بودین نبودین؟ چی فکر میکنین؟ محترم، اما قسمی که شما میفهمین و خود جهان سینما یک بحر بیکران است. هنر خودش یک بحر بیکران است. هر زمانی که هر دایرکتر یا هر هنرپیشه بگه که من از فیلمم راضی هستم یا از نقشم راضی هستم، به معنای عزیز که در خور خود شاید بسیار کم چیز داشته باشه. خب فیلم تا اندازه که ما و زبیر پاداش، قسمی که شما میل پیشتر یادآوری کردین، مشترکانه فیلم ساختیم. فیلم ما چون فیلم بود که ما با امکانات بسیار کم تهیهش کردیم، از نگاه کار هنرپیشگی که من سخت تاکید میکنم، از نگاه کار هنرپیشگی خود ما در فیلم اولاد تا یک اندازه موفق بودیم، ولی چون امکانات نداشتیم از نگاه کار تکنیکی، مسائل لایت، مسائل خود کامera، بسیار مسائل لوکیشن های دیگه، خب قناعت بخش است. بسیار تشکر. بازم خوب است که بسیار منصفانه ارزیابی کردین. میخوایم در آخر کلام بازم پیامتان در رابطه به جهانی شدن تلویزیون ملی افغانستان که امروز خانه به خانه در سر تا سر کره زمین در اختیار وطندارای ما و همزبانای ماست، یک چیزی بشنوم که چگونه میخواین یک تلویزیون ملی داشته باشین؟ چگونه تلویزیون بر شما جالب است؟ راست پرسان که شما زمانی که تلویزیون ملی با نشرات بین المللی خود آغاز کرده، همون قسمی که ما افتخار از داشتیم که چند تلویزیون دیگه هم در افغانستان داریم و به سطح جهانی داریم، بیاد خرسند شدیم. پیشنهاد ما این گستاخی را کرده نمیتونم که به تمام دستاندرکاران تلویزیون ملی که خدمت میکنن، یعنی از نگاه تکنیکی، از هر نگاهی که ما بگیم، این افتخار تمام ملت افغانستان است. من ایس یکی از مردمانی که یک اندازه علاقمند به کار فرهنگی و کلتوری است، اگر امکانات باشه به تلویزیون ملی ما که به سطح جهانی نشر میشه، پروگرام های خود اگر یک اندازه شود به ذوق مردمایی که در اروپا زندگی میکنن، یک اندازه تغییرات کلی در میانش بیارن، فکر میکنم که این کار بسیار خوبه هسته. و اگر ما یک اندازه کوشش کنیم که تلویزیون ملی ما چون تلویزیون جهانی است، ما اما پروگرام های خود قسم تهیه کنیم که سمبول از فرهنگ ماست، یعنی ما خوبی های فرهنگ خود نمایان بسازیم. اتو نکنیم که خدا نخواسته رقمی از دکتر صادق فتات یک زمان گفت ما نمونه‌ای از شیرهای فرنگی خود داریم، ما نمیتونیم من ایس نمونه فرنگی خود قبول کنیم. به طور مثال ما قربانش هم امیرم جان سر شاخ درخت دادن گومش، این ما نمیتونیم من ایس نمونه فرنگی خود قبول کنیم. ما بسیار فرهنگ غنی داریم و تلویزیون بسیار پرمحتوا.
انشالله امیدوار هستیم و یقین هم داریم که تلویزیون ملی افغانستان در خانه به خانه افغان ها راه پیدا میکنه، در قلب و دل مردم خواهد نشست و امیدوار هستم در آینده یک وقتی که میسر شود شما یگان پارچه تئاتری تهیه بکنین از اینجا و برای تلویزیون ملی جهت نشر یا برای ما که گزارشگرایشان هستیم از اروپا تسلیم کنین که ما برای تمام جهان پخش کنیم. بسیار خوش میشیم. قربان شما، این افتخار است به ما اگر ما بتونیم که با این هنر کمی که آموختیم از مو فاکولته خاکسار افغانستان، این جای افتخار است به من و بتونم بازم به ملت خود بعد از 20-25 سال تصویر تهیه کنم. افتخار است به من. بسیار تشکر بیننده عزیز. این بود صحبت های محترم حشمت یوسفی. ادامه میتیم برنامه خود.